سلام و درود خدمت شما همراهان عزیزم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز براتون شیرینی مشهدی یا مربایی خودمون رو آوردم که خیلی راحت درست میشه. اول 125 گرم کره و یک پیمانه شکر رو توی کاسمون میریزیم و با همزن خوب هم میزنیم تا شکر خوب حل بشه و کرمون کرمی رنگ بشه. و بعد 2 عدد زرده تخم مرغ بهش اضافه میکنیم و دوباره هم میزنیم. 2 قاشق شیر بهش اضافه میکنیم و کمی وانیل و دوباره همش میزنیم. 1 قاشق شربت بار یا عسل بهش اضافه میکنیم و 1 پیمانه آرد سفید و دوباره شروع به هم زدن میکنیم. دوباره 1 پیمانه آرد سفید بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم. همه مواد لازم این شیرینی رو توی قسمت دیسکریپشن یا توضیحات براتون مینویسم، میتونین اونجا ببینید. نصف قاشق چایخوری بیکینگ پودر بهش اضافه میکنم و 2/3 پیمانه آرد سفید هم بهش اضافه میکنم و با نوک انگشتام شروع میکنم خمیر رو هم میزنم تا جایی که خمیر به دستم نچسبه و یک خمیر نرمی به دست بیاریم. بعد از اینکه خمیرمون آماده شد، خمیر رو توی یک نایلون فریزر میذاریم و حدود 1 ساعت توی یخچال بهش استراحت میدیم. لطفاً در انتهای ویدیو رو لایک کنید و حتما از کانال من هم حمایت کنید و سابسکرایب کانال من یادتون نره. و بعد از 1 ساعت شروع میکنیم و خمیرمون رو با وردنه باز میکنیم. ضخامت خمیر رو میبینید و بعد شروع میکنیم با هر شکلی و قالبی که خواستیم خمیر رو قالب میزنیم. بعد از اینکه همه خمیر رو قالب زدیم، وسط بعضی از گل هامون رو من با کمک یک ماسوره در میارم تا شکل شیرینی مشهدی رو بهشون بدم و توی فر با دمای 135 درجه حدود 10 دقیقه میپزمشون و بعد از اینکه از فر در آوردم منتظر میمونم تا شیرینیامون کاملا خنک بشن و بعد روی شیرینی ها مارمالاد سیب میریزم. همینجوری که توی ویدیو میبینید. قسمت دیگه گل رو که با ماسوره وسطش رو در آورده بودم اونا رو روی مارمالاد میذارم و شکل گل بهشون میدم و در انتها با شکلات ذوب شده که بنماریشون کردم تزیینشون میکنم. این هم یه مدل شیرینی هست که درست کرده بودم. شما میتونین با هر قالبی که دوست داشتین شیرینی ها رو درست کنید. میتونین به این شکل هم شیرینی ها رو درست کنید. دوستای عزیزم، امیدوارم که از این آموزشمون خوشتون اومده باشه و با لایک و سابسکرایب کانال من از من حمایت کنید. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو با من بودید. به امید دیدار مجدد در ویدیوهای بعدی و نوش جان.